هموطنان عزیز، استقلال دولتی تاجیکستان رویدادی تاریخی که در حیات ملت کهن‌بنیاد تاجیک گردش کلی و سرنوشت ساز را به وجود آورد و مردم ما به شرافت این پدیده زندگی ساز تقدیر آینده دولت و ملت خود را به دست خویش گرفتند 31 ساله شد. به افتخار این جشن مقدس و بزرگ تمام مردم شریف تاجیکستان و کل هموطنان برون مرزیمان را صدقاً تبریک میگویم. استقلال دولتی برای مردم ما امکانیت نادری تاریخی فراهم آورد که زیر پرچم ملی خود متحد شده با زحمت اهلانه و بنیادکارانه بسیار مشکلات و مانعهای سخت و سنگین را پس سر نمایند و کشور محبوبمان را به مرحله رشد استوار اقتصادی و اجتماعی رسانند. محض در نتیجه زحمت صادقانه و وطن دوستانه ساکنان سربلند مملکت پایدیوار دولت نوین تاجیکان همچون دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی گذاشته شد. کشور ما در عرصه جهان اعتراف گردید و مهمتر از همه برای پیشرفت همه ساحه‌های حیات جامعه و باز هم بهتر گردیدن سبک و صفت زندگی اهالی شرایط مساعد فراهم آورده شد. در ظرف سالهای صاحب استقلالی با وجود تأثیر منفی عامل‌های بحرانی و روندهای گوناگون بین المللی رشد بامرام اقتصادیات و اجتماعیات مملکت تأمین گردید. در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، صنعت و کشاورزی و دیگر سمت‌های حیات جامعه اصلاحات و نوسازی‌ها عملی گردیدند و همکاری‌های متقابلاً سودمند تاجیکستان با کشورهای گوناگون عالم گسترش و توسعه پیدا کردند. استقلال دولتی تاجیکستان را با جهان و جهان را با تاجیکستان نزدیک گردانید و سیاست درهای گشاده باعث بالاروی بی‌سابقه نفوذ و آبروی تاجیکستان در بین جامعه بین المللی گردید. محض تطبیق چنین سیاست دوربینانه به فراگیر و مستحکم گردیدن رابطه های تاجیکستان با همه دولت های جهان بخصوص با کشورهای منطقه مساعدت نمود. در این دوره حکومت مملکت همه سعی و تلاش خود را به خاطر فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک ساکن کشور روانه ساخته با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها جهت حل مسئله و مشکلات ساحه‌های اجتماعی از جمله علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، جوانان و زنان، دستگیری گروه‌های نیازمند و آسیب پذیر جامعه، جلب هرچی بیشتر نورسان و جوانان با تحصیلات باصفت در رویه وطن دوستی و وطن پروری و حس بلندی ملی تربیه کردن آنها بسیار تدبیرها را عملی گردانید. در نتیجه ما در ظرف بیش از 13 ساله با دستاوردهای نائل گردیدیم که رشد منبعده دولت صاحب استقلالمان با آنها وابستگی مستقیم دارد. از ورطه نابودی
نجات دادن دولت تازه استقلال تاجیکان، از پراکندگی رها بخشیدن ملت تاجیک، تأمین نمودن صلح و آرامی و وحدت ملی مهمترین دستاورد ما در این دوره بباشد. زیرا آمال و آرزوی تاریخی ملت تاجیک و هدف و آرمانهای امروز و فردای آن تنها در شرایط صلح و آرامی، وطن آزاد و دولت صاحب اختیار عملی شده می توانند. بنابراین با افتخار ابراز می دارم که حفظ دولتداری ملی دستاورد بزرگترین و مقدسترین در تاریخ نوین ملت تاجیک و صلح و آرامی نعمت ارزشمندترین در حیات خلقمان می باشد. بعد برقرارسازی صلح و ثبات ما تمام کوشش خود را با تشکیل ساختار مکمل اداره کنی، حکومت با صلاحیت، پارلمانت کسبی، ارتش ملی، نهادهای نظامی و امنیتی و دیگر رکنهای ضروری دولتداری طبق معیارهای معاصر روانه ساختیم. در این روند بختنامه ملت کنستیتوسیا و رمزهای دولت صاحب استقلال، پرچم، نشان و سرود ملی که مایه افتخار مردم ما می باشند قبول کرده شدند. امروز تاجیکستان با 180 دولت جهان مناسبت‌های دیپلماتی و دوستانه دارد و عضو کامل حقوق 57 سازمان بین المللی و منطقوی می باشد. نقش دولت ما مخصوصاً در سازمان‌های با نفوذ برای حل مسئله‌های مبرم دارای اهمیت جهانی و منطقوی از قبیل تأمین امنیت و ثبات و بهداشت اکولوژی و اقلیم مؤثر و سازنده ارزیابی می‌گردد. ما از آن قناعتمندیم که اکثر دولت‌ها موقع و تشبس‌های تاجیکستان را در مسئله‌های آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها همچون کشور پیشرفت اعتراف نموده در این مسیر سازنده با ما همکاری میکنند. دستاوردهای ذکر شده بی‌شبهه ثمره استقلال و صاحب اختیاری کشور ما در ظرف 31 سال بوده. زمینه اساسی برای تغییر سیمای دولت و بالاروی نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی گردیدند. مردم شرفمند ما که راه بیش از 13 ساله پر از مانع و مشکلات ولی پر افتخار تاریخی را سربلندانه طی کردند، خوب می‌دانند که از دوره بسیار وزنین خاموش کردن آتش جنگ تأمیلی شهروندی، برقرار ساختن رکنهای دولتداری و ساختارهای فلج شده و از فعالیت بازمانده دولتی تا رسیدن به مقام و جایگاه امروزه دولت تاجیکان چه زحمتی بزرگی را طلب می نمود. دیگر قدم تقدیرساز در بنیاد دولت معاصر تاجیکان انتخاب درست شکل و ساخت دولتداری بود. در اساس واقعیت تاریخی و سیاسی گذشته و معاصر و با در نظر داشت منفعت‌های امروز و آینده ملی و دولتی، خلق تاجیکستان با میل و اراده خود و با اظهار رأی آزادانه راه بنیاد دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی را انتخاب نمود که آن همچون افاده
رأی قطعی مردم کشور در ماده یکم کنستیتوسیای ما برای همیشه مقرر گردیده است. حالا تاجیکستان در جاده بنیاد نظام دولتداری انتخاب کرده خود با قدم‌های استوار پیش می رود. تجربه حاصل شده و تحولاتی که امروز در جهان معاصر می گذرد بار دیگر ثابت می سازد که شکل و ساخت دولتداری ما انتخاب درست و دوربینانه بوده. خود همین غایه به یکی از زمینه‌های اساسی حیات آسایشته جامعه تبدیل یافته است. در دوران صاحب استقلالی حکومت مملکت با بنیاد راه و پلها و نقها، نیروگاه‌های برقی آبی و صدها کارخانه خرد و بزرگ صنعتی، زیربنای معاصری کمونیکاسیونی و انرژتیکی و صنعتی کشور را گذاشته، نظام یگانه انرژتیکی کشور را به وجود آورد و تاجیکستان سه پارچه را به یک قلمرو واحد و کشوری ترانزیتی مبادل گردانید. در لحظه های پر افتخار جشن مبارک استقلال دولتی به یاد آوردن راه پرشرف طی کرده خلقمان ذکر دستاوردهای بنیادی دولت و مردم تاجیکستان با آن خاطر است که ما باید من بعد نیز متحد و سرجم باشیم و حفظ با اعتماد دستاوردهای تا امروز نایل شده مان را تأمین نماییم. زیرا شدتیابی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی در دنیای امروزه، وضع نابسامان اقتصاد جهانی، نارسایی شدید آذوقه‌واری، بلند گردیدن نرخ محصولات غذایی در سرتاسر سیاره، اینچنین یراقناک شوی با شتاب و آغاز دیگرباره جنگ سرد، مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم و پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی ما را وادار می‌نماید که در تطبیق هدف‌های استراتژی ملی پیش از همه حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و اجرای نقشه و وظیفه‌های در نزدمان قرار داشته هرچی بیشتر و فعالانه سهم گذاریم. در وضعیت پیچیده و ناآرام جهان معاصر هر یک شهروند آگاه تاجیکستان باید درک نماید که از برکت استقلال و صاحب اختیاری، صلح و ثبات و وحدت ملی ما به چه نعمت بزرگ میسر شده ایم. یعنی هر یک فردی با ننگ و ناموس وطن را ضرور است که با درک عمیق قدر و منزلت و اهمیت استقلال و آزادی و با زحمت صافدلانه و سعی و تلاش وطن دوستانه جهت آبادی سرزمین اجدادیمان، تحکیم اقتدار اقتصادی دولت صاحب اختیارمان و پرافشانی جاویدانه پرچم ملی سعی و تلاش نمایند. بسیار مهم است که ما قدر و قیمت وطن عزیز خود تاجیکستان و دولت صاحب استقلالمان را دانیم و فراموش نسازیم که تنها با داشتن دولت مستقل در جامعه بشری موقعی سزاوار داشته می توانیم. در برابر دستاوردهای بزرگ و تقدیرساز ما هنوز مسئله و مشکلات حل طلب نیز داریم که همه آنها را خودمان با اتحاد سرجمی و زحمت سازنده و صادقانه
و با شکرانه صلح و آرامی وطنی آزاد و دولتی صاحب استقلالمان حل و فصل می نماییم. به هموطنان عزیزم مراجعت کرده تاکید می نمایم که ما باید وطن خود تاجیکستان بیشتاسا را برابر جان خود دوست داریم، زیرا هر یک وجب زمین مقدس و زرخیز و چشمسار و آبشاران مصطفی آن منبع رزق روزی و خیر و برکت خاندان ما، کوههای سر به فلک کشیده آن پشت و پناه و مایه سربلندی ما و نام نیک این وطن رمزی سرفرازی و روی سرخ ما می باشند. ما فرزندان تاجیکستان همه یکجا با زحمت اهلانه خود این وطن و این سرزمین اجدادی را آباد می سازیم. دولتی صاحب اختیارمان را پیشرفته می گردانیم و جایگاه و آبروی آن را در عرصه جهان باز هم بلند می برداریم. بار دیگر همه مردم سربلند و قوی اراده کشور و هموطنان برون مرزی امان را با افتخار 31مین سالگرد استقلال دولتی صمیمانه تبریک می گویم. و خاندان کل ساکنان مملکت خوشبختی، روزگار با سعادت، اقبال بلند، فیض و برکت و به تاجیکستان عزیزمان صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی جاودانه و پیشرفت و آبادی باز هم بیشتر آرزو می نمایم. جشن استقلال و آزادی و صاحب دولتی و صاحب اختیاری مبارک باشد هموطنان عزیز.